رسول الله می فرماید صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب القدریه والمرجئه. دو گروه از امت ما است که در ایمان نصیب ندارند، در ایمان نصیب ندارند. یکی قدریه است، دوم جبریه، مرجئه جبریه. جبریه کدامش است؟ محل استشهاد امید است، آنانی که وجود فعلا به خدا نسبت می کند. اگر ما عقیده داشته باشیم که هر چیزی را خدا می کنه یا تنها به اراده خدا می شود، این هر دو عقیده باطل است. این قسمت را هم با هم شنیدیم، بحثا تکراری نشه. در این قسمت چقدر خوب است شما فیلم را کمی برگردانین و این قسمت گذشته سخنرانی این بزرگوار که بنده دارم الان جوابش میدم، شما دقت کنین که این بزرگوار هر چی که به دستش میدن همان را میخوانه به مردم داره تفهیم میکنه. گویا ظاهرا مفتی همین است، مفتی ها خیلی پیشش نشستن، این فقط ناقل فتواهای همونجا نشسته، هر چی که میگم بگو همین را داره میگه، هر چی که به دستش میدن همین میخوانه. حدیثی میخوانن که صنفان من امتی، بله این حدیثو ما هم قبول داریم. بارها گفتم که چنین عقیده‌ای در کل نظام جماعت تبلیغ اصلا وجود نداره. بله جماعتی اشتباه میکنه، اما اصول جماعت تبلیغ بر مبنای قرآن و سنت. جماعتی انسان هست و عقیده ما هست غیر از انبیا هیچ کس معصوم نیست. در این هر گروهی از انسان ها وجود داره و رفتن به جماعت تبلیغ برای عالم شدن نیست، برای بحثای فلسفی نیست. علما هم میرن، عوام هم میرن، قاریان قرآن هم میرن، صوفیان هم میرن، حتی زنها را هم با ترتیب خودشون میبرن، فقط برای یاد گرفتن امر معروف نهی از منکر که مبنای قوت ایمان بر همین اساس است. یعنی الله متعال بهترین سبب را برای تقویت ایمان همین دعوت دادن را گذاشته. وقتی شما خیرخواهی دیگران را میکنین، الله متعال به نظر به طرف شما با رحمت خودشون متوجه میشن. وقتی شما با تمام کاسی هایی که دارین به دنبال بندگان گناهکار خداوند متعال میگردین که بیان به مسجد، بیان به ذکر و تلاوت قرآن، شما حصه بزرگی از رحمت های خداوند متعال را شامل میشین و این باعث قوت ازدیاد ایمان شما میشه. عقیده جماعت تبلیغ همون هست که در المحند المفند علمای جماعت تبلیغی، علمای دیوبند، خلیل احمد سامپوری رحمت الله علیه، مرشد بزرگوار مولانا عیسی رحمت الله علیه نوشته. قبلا هم فتوایی را از مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در مورد این گروه صیفیه خواندم. حقیقتا چرا اینا چسبیدن به جماعت تبلیغ؟ چرا؟ علت این چیه؟ به خاطر چه؟ در همین منطقه ما، در ترکیه شما برین، در افغانستان برین، در پاکستان برین، بزرگترین تبلیغ گروه صیفیه علیه تبلیغه، بالاترین زحمت گروه صیفیه علیه جماعت تبلیغه. چرا؟ چه درد بلای اینا رو گرفته؟ چه مشکلی داره اینا با جماعت تبلیغ؟ بله جماعت تبلیغ مطابق قرآن و سنتن و بدعت هایی که اینا در طریق خودشون داخل کردن قبول نمی کنن. بر همین اساس اینا افتادن علیه دشمن بر دنبال جماعت تبلیغ. ولی چون علمای دیوبند را نمیتونن رد بکنن، چون که نوشته ها زیاده، همین جماعت ساده را گیر آوردن که بله اینا اینجوریان اونجوریان. مثلا الان در منطقه خودم هم سالیان و سال است اینا دارن علیه جماعت تبلیغ با عناوین مختلف کتاب می‌نویسن، تهمت‌های بزرگ، هر هفته 10 روز، یک ماه کاغذهای مختلف که بعد تبلیغ کار عوام نیست و فلان، هزار یک تا دروغ به خورد مردم میدن که گروه این جماعت جلوی این جماعت خیر را بگیرن. و چه مشکلاتی که برای سرگروه‌های این جماعت نیامده به خاطر دشمنی با جماعت تبلیغ. مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در مکتوب 917 در جلد 4 مکتوبات خودشون که تازه چاپ شده، از ایشان در مورد گروه صیفیه و دشمنی ایشون با جماعت تبلیغ ایشان از ایشان میپرسن، فرمودن که علت مخالفتشون با جماعت تبلیغی این است که ایشان، یعنی همین گروه صیفیه، اهل بدعت و مبتدعن و اهل تبلیغ برعکس آنها موحد کاملا. کار همینها از نظر حدیث و علمای ربانی درست نیست.
متبع ترین به سنت و درست ترین و فعال ترین گروه در سراسر دنیا جماعت تبلیغی می باشد. دشمن و مخالف ایشان مخالف سنت است. این فتوای مولانا محمد امین سربازی رحمت الله علیه، شخصیتی که در ایران و در پاکستان و در افغانستان مورد قبول هم است. لذا حرفهای این بزرگوار نه مطابق قرآن هست، نه مطابق سنت هست، نه مطابق فقه حنفی و نه مطابق واقعیتی که در میان جماعت تبلیغ وجود داره. قسمتی دیگر را با هم میشنویم.